سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این دومین ولاگی میشه که من براتون آپلود کردم. موضوعشم از این قراره که قراره 3 روزه رندوم زندگی من رو با هم باشیم و یه ولاگ هفتگی باشه، یعنی چند روزه پشت سر هم، مثلا چند روزه این هفته رو قراره با هم باشیم. از این قراره که موضوع این هفته من خیلی کار دارم، جوجمان تصویرسازی. قراره که کاریان رو با هم انجام بدیم، درس بخونیم، بیرون بریم و کل چیزهای دیگه. خوشحال میشم که همراه هم باشیم. خب امروز یعنی فردا ما امتحان داریم، امتحان تاریخ داریم و الان قراره تاریخ خانه رو با هم بخونیم و من خواهرم میرم یه چیزی آماده کنم، چای یا قهوه، و بیام ببینم که چقدر میتونم بخونم و اصلا چیزی ازش میفهمم یا نه، چون تجربه ثابت کرده که چیزی ازش نمیفهمم، ولی خب بازم تلاشم میکنم چون مجبورم. و آره فردا امتحان داریم، 2 تا درسش رو، و الان میخوایم شروع کنیم ببینیم که تا کجا پیش میره و میتونیم بخونیم. یه کار دیگه هم که باید امروز کنیم اینه که بریم طرح نهایی تصویر سازیمو اسکن کنم، بندازم مقوا، اونم شروع کنم که رنگ کنم. اگر بتونم این 2 تا کار رو امروز انجام بدم فوق‌العاده است، فوق‌العاده. مجدد بهتون بگم که چیکار کردم تو این چند ساعت. خیلی خوشگله. من سر درس خوندم، نهار خوردم، خوابیدم. من تصمیم گرفتم که برم بقیه‌شو توی کافه جای دیگه بخونم، چون معمولا اینجوری هم که نمیتونم جایی عصر که میشه عصرهای پایه سخونه بشینم بخوام درس بخونم اینا، نظر مودم میاره پایین، ولی خب وقتی میرم کافه جایی اینا قهوه میخورم و اینا خیلی اوکی تر. حالا میخوام برم ببینم که چی میشه.
کمک میکنه. حالا نمیدونم یا به خاطر اینکه به شوک وارد شده که من اینقدر درس خوندم یا به خاطر اینکه هوا خیلی آلوده است نمیدونم، ولی اصلا خیلی حال عجیبیه. الان منتظر اسرافم که برم خانه. شبتون بخیر. امروز دوشنبه است و من اصلا نتونستم براتون ولاگ بگیرم چون راستش بخوام اصلا کار خاصی نکردم. زور که از مدرسه اومدم، دوش گرفتم، غذا خوردم، خوابیدم. بعدشم ساعت 5:30 طورا بود رفتم باشگاه و تا اومدم ساعت 9 بود. 2 کلاس بود و اینکه اومدم شام خوردم و اینا که الان فکرم ساعت حدود 12 باید باشه. فردا جوشمان تصویر سازی دارم و تازه یه درخت رنگ کردم از کل چیزی که دارم و میخوام اینم هر چقدر که تونستم رنگ کنم، هر چقدرش که موند و بذارم برای فردا سر کلاس. یه پیشنهادی که من بهتون دارم، اگر هنرستانی هستید و یا تازه میخواید برید هنرستان، هیچ وقت فکر نکنید وقت دارید. مثلا الان زوده شروع نکنید، 2 روز مونده، 1 روز مونده. شما هیچ وقت ندارید و نذارید شب آخر. من خودم 3 ساله دارم میخونم هنرستان و هنوز برام درس عبرت نشده، ولی برای شما بشه که نذارید رو شب آخر واقعا. ولی خب اشکال نداره که انجام میدیم، موزیک گوش میکنیم و اینا، همینش خیلی خوبه. تموم شد.